من دارم از 6 صبح کار میکنم تا 8 شب، اما خب درآمد من جوابگوی هزینه ما نیست، چون من علاوه بر خرج خودم 2 تا خواهر دیگه هم خرج اونها رو میدم. برای گرفتن کمکی ها وام جای مختلفی رفتم که همشون جوابشون منفی بود، اما جایی هم که جواب مثبت میدادن خب قصد سوء استفاده کردن از من داشتن، یعنی افکار زشتی داشتن. نمیخوام اسم بیارم، اما تو جاهای دولتی کسایی بودن که میگفتن تو احتیاج به کمک نداری، با این قیافت میتونی 1 ماه همه قرضات هم بدی. خب شما میفهمید که منظور من چیه دیگه. واقعا از نگاهشون حالم به هم میخوره. این بود که رفتم سراغ کسایی که پول نزول میدن و ازشون قرض گرفتم. الانم اگه تو 2 هفته دیگه پولشون رو پس ندم کارم به زندان میکشه. مثلا خواهرم کوچیکه مثلا میگفت آره بریم کلیه هامون رو بفروشیم و خیلی داشتن همینجوری شوخی میکردن و بریم بفروشیم. مثلا منم این موضوع رو گرفتم، گفتم مگه میشه همچین چیزی، مثلا نشنیده بودم. باز گفتم شاید اینم یه راهیه واسه من دیگه. باز شده جدی گرفتم چون دیگه راهی نداشتم باید این کارو میکردم. احساس خوبی ندارم 100%. شاید اگر روزی بود یکی از عزیزانم یا حتی خیلی شاید یه هموطن یا دوست تو شرایطی قرار میگرفت که همینطور میخواستم هدیه کنم، اصلا مطمئنم خیلی خوشحال بودم. اصلا شاید اون غمی که الان تو وجودمه اصلا هم که چه عرض کنم خیلی هم خوشحال بودم. خیلی بتونش میکنم فراموش نمیشه. قابل شما رو ندارم حاصل پولش دیده خیلی زحمت کشیدیم. ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه باشد. خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم.